سلام، وقت بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. من سنا هستم، با یک ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای رشد فردی همراهتون هستیم. امروز قرار راجع به یه موضوع مهم با هم صحبت کنیم. درسته، بحث عزت نفس و اعتماد به نفس. دو تا کلمه‌ای که خیلی راجعش شنیدیم. خیلی وقتا ممکنه حتی به اشتباه اونها رو به جای هم استفاده کردیم، در صورتی که معنای کاملا مستقلی دارن. اینکه اصلا چه کاربردی تو زندگی ما داره، اینکه چرا هی میگن برای اینکه شغل خوبی داشته باشی باید عزت نفست بالا باشه، برای اینکه تو رابطت موفق باشی باید عزت نفست یا اعتماد به نفست خوب باشه، چرا اینها رو هی به جای هم به کار میبریم و چه تأثیری تو زندگی ما دارن، چرا اینقدر مهمه، چرا همه جا راجبش میشنویم. برای اینکه راجب اهمیت هر کدوم از اینا بدونید و بدونید چه تفاوتی با هم دارن و چه تأثیری تو زندگی ما میذارن، تا آخر این ویدیو همراهمون باشید. عزت نفس چیه؟ عزت نفس اون ارزش و احترامیه که ما نسبت به خودمون قائلیم. اون حس خوبیه که به خودمون داریم. همه اون افکارمون و اون احساساتی که نسبت به خودمون داریم رو میگیم عزت نفس. اما فرقش با اعتماد به نفس چیه؟ اعتماد به نفس مربوط به یک حوزه هستش، توی یک زمینه معنی پیدا میکنه. مثلا یکی ممکنه رانندگیش خوب باشه، خب میگه من اعتماد به نفسم تو رانندگی خیلی خوبه، ولی در کنار اون آشپزیش خوب نباشه، بعد میگه خب من اعتماد به نفس آشپزی ندارم. خب پس اعتماد به نفس یه چیزیه مربوط به یک مهارت میشه، مربوط به یک حوزه از زندگی اون میشه، خیلی متغیره. یا یه چیز خیلی رایج، خیلی وقتا شنیدیم یکی میگه من اعتماد به نفس صحبت کردن جلوی دوستامو دارم، خیلی آدم اجتماعی هستم، معاشرتی هم، همه منو به دیدی آدم برونگرا و خیلی راحت میشناسن. ولی همین آدم ممکنه اعتماد به نفس سخنرانی جلوی یک جمع بزرگ رو نداشته باشه. پس نشون میده که این آدم در یک حوزه خوبه و در یک حوزه ممکن اعتماد به نفسش ضعیف‌تر باشه. مربوط به یک مهارت هستش و ربطی به ویژگی اون آدم نداره، صرفا توی چیزی مهارت داره، توی چیزی نداره. اما فرقش با عزت نفس اینه که حسی که ما نسبت به خودمون داریم در همه جمع‌ها ثابته. مثلا در جمع دوستانمون، در محیط کاریمون، ما همیشه نسبت به خودمون یک احساسی داریم، یک افکاری داریم. این میشه عزت نفس ما و باید سعی کنیم که اون رو ارتقا بدیم. به چه دلیل؟ اولا که اولویت کدومه؟ کدوم یکی از اینها مهمتره؟ 100% بحث عزت نفس در ابتدای کار مهمتره، چون اعتماد به نفس بسته به مهارت‌های ما میتونه افزایش پیدا کنه، ولی عزت نفس میتونه روی روابط ما، روی شغل ما به شدت تاثیر بذاره. چون وقتی ما نسبت به خودمون حس خوبی نداریم، وقتی حالمون با خودمون خوب نیست، وقتی نسبت به خودمون اون احترام کافی رو نمیذاریم، چجوری توقع داریم از بقیه این احترام رو دریافت کنیم؟ یه جمله‌ای که برای خودم خیلی جالب بود این بود که وقتی خودمون از چیزی خالی هستیم، چجوری توقع داریم اونو از بقیه دریافت کنیم؟ مخصوصا که عزت نفس یه موضوع درونیه و قبل از هر چیز باید خودمون اون رو در خودمون ارتقا بدیم. دو سه تا از کاربردهای عزت نفس رو بهتون بگم، چیزی که میتونه خیلی تأثیر بذاره تو زندگیمون. مثلا خیلی وقتا شنیدین که در ارتباط بین یک زن و شوهر فلانی یک ظاهر معمولی داره، یک انظر مالی شرایط متوسطی داره، خیلی پولدار نیست، خیلی شاید زیبا نباشه، ولی همسری داره که خیلی اونو دوست داره، خیلی اون به اون احترام میذاره، میپرستتش. اصلا اینقدر عجیب. یا شنیدیم که مردم میگن که فلانی همه کار میکنه برای همسرش، ولی خب مثلا همسرش ویژگی خاصی نداره. این از دید بقیه هست که ویژگی خاصی نداره و کاملا هم نحوه گفتنش غلطه، کاری به این موضوع نداریم. اما چی میشه که یک فردی برای همسرش انقدر با ارزش تلقی میشه؟ یا مثلا یک مادر و فرزند، خیلی وقتا دیدیم یک فرزندی به مادر و پدرش خیلی احترام میذاره و در مقابل شخص دیگه رو دیدیم که یک فرزند خیلی بی‌ادبانه رفتار میکنه با خانواده‌اش. خب درسته که ارتباطی داره این موضوع با تربیت، اما آیا همه این قضیه مربوط به تربیته؟ نه، مطمئنا اینطور نیست. یا مثلا توی محیط کاری یا توی جمعی یک فردی وارد میشه و خیلی انظر همه این فرد خاصه، همه بهش احترام میذارن و هر جوری نگاه میکنیم میبینیم مثلا نه حالا لباس خاصی پوشیده، نه ویژگی خاصی داره، چرا انظر همه محترمه؟ قسمت مشترک تمام این مثال هایی که گفتم بحث عزت نفس بالا بود. هر کدوم از این افراد و اشخاص عزت نفس بالایی داشتن که باعث میشدش بقیه هم همونقدر بهشون احترام بذارن. وقتی من نسبت به خودم احترام ویژه‌ای قائل هستم، وقتی به خودم خیلی احترام میذارم، طبیعیه که اون رو از بیرون هم میتونم دریافت کنم.
تو همه این موارد خواستم اینو بهتون بگم که تأثیر عزت نفس تو زندگی ما خیلی زیاده، میتونه خیلی برای ما های اهمیت باشه. باید به این نکته توجه کنیم. خیلی وقتا بدون اینکه تلاش ویژه‌ای بکنیم، یه کار خاصی بکنیم، خیلی به خودمون فشار بیاریم، میتونیم اون عشق و احترامی که از دیگران میخوایم رو به دست بیاریم، حالا چه تو روابطمون با پارتنرمون، چه با دوستانمون، تو محیط شغلی، تو محیط حرفه‌ای. همه اینا رو میتونیم به دست بیاریم با کمترین تلاش ممکن. همه این موارد گفتم که اهمیت عزت نفس رو تو زندگیتون یادآوری کنم. اینها واقعا بعضیشون تجربه عینی و عملی زندگی خودم بود. یعنی از زمانی که با این قضیه آشنا شدم، با اینکه با عزت نفس بالا میتونم چه موفقیتایی داشته باشم بدون اینکه تلاش زیادی کنم، چقدر میتونم تو روابطم حس بهتری بگیرم، همه اینا باعث شده که بیام راجع به این قضیه صحبت کنم و اهمیتش رو بهتون یادآوری کنم. تا اینجای کار اهمیت عزت نفس رو گفتیم چقدر تو زندگیمون میتونه مهم باشه و چقدر میتونه تأثیر بذاره تو زندگیمون. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظرتون هم حتما زیر ویدیو بنویسین. اگه عزت نفس تو زندگیتون یه تغییر بزرگ ایجاد کرده، حتما اون تغییر و تجربه‌تون رو برای ما هم بنویسین. در ادامه کار توی 2 تا ویدیوی بعدی قراره 10 تا از مهمترین راهکارهایی که باعث میشه بتونید عزت نفستون رو بالا ببرین رو بهتون معرفی کنم. پس ویدیوهای بعدی ما حتما دنبال کنید. مطمئن باشید راهکارهای عملی میگیرید که میتونه خیلی زندگیتون رو تحت تاثیر قرار بده، همونطور که روی زندگی من تاثیر گذاشته. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید.